سوال مسئله لزوم روشنسازیه. آیا ایران کاملا از نظر شما باز بوده در خصوص اهدافش در برنامه هسته‌ایش؟ باز بوده یعنی چی؟ منظورم اینه که کاملا شفاف رفتار کرده باشید. ما بیشترین همکاری رو با آژانس داشتیم نسبت به همه اعضا. بیشترین بازرسی ها رو داشته. در بیش از 12 سند آژانس صلح‌آمیز بودن فعالیت های ما رو تایید کرده. اما حتی یک گزارش از فعالیت های آمریکا منتشر نکرده. حتی یک بازرسی انجام نشده. ما 2 تا عضو هستیم. آمریکا و ایران 2 تاشون عضوند. چرا دولت آمریکا باید حق بیشتری داشته باشه و مسئولیت داشته باشه؟ مثلا بازرسی انجام نشه اما فقط از ما بازرسی انجام بشه. من امروز رسما ادعا میکنم که آمریکا باید فعالیت‌های هسته‌ایش رو تعطیل بکنه و اینو به طور رسمی از آژانس میخوام که گزارش نظارت‌هاش رو بر فعالیت‌های آمریکا منتشر کنه. وظیفه‌شو باید انجام بده. آژانس مگه کارمند دولت آمریکاست؟ یه سازمانه. ما هم عضویم، آمریکا هم عضوه. ما تعهدات بیشتری پذیرفتیم تا امروز اما از حقوقمون استفاده نکردیم. من رسما اعلام میکنم از این به بعد ما میخوایم از همه حقوقمون در آژانس استفاده کنیم و دقیقاً طبق قانون عمل میکنه. نه یه ذره بالا نه یه ذره پایین. تا الان فوق قانون همکاری کردیم اما دیگه همکاری نمیکنیم طبق قانون. آمریکا هم موظف طبق قانون همکاری کنه. فرانسه هم موظفه. انگلیس هم موظفه. همه موظفه. همه قانون رو بپذیره. قانون فقط برای ایران است. دولت آمریکا معاف از قانون هست. این استاندارد دوگانه زمانش به پایان رسید دیگه.